این چالش ترند رو دیدی؟ خیلی وایرال شده. بیا با هم دیگه بسازیمش. روز 28م چالش ترند. نیاز به 2 تا ویدیو اینطوری داریم. من این چالش رو با کلاه واسهتون انجام دادم. تو ویدیو دوم باید حتما اکت داشته باشی. یه اسکرین شات از ایموجیامون میگیریم و با استفاده از قلم و رنگ پس زمینه ایموجی مد نظرمون رو حذف می‌کنیم. ویدیوهامون رو وارد کپکات می‌کنیم، از قسمت اوورلی اسکرین شات هامون رو اد می‌کنیم. لحظه که داریم ایموجی رو برمی‌داریم باید اسپریت بخوره و اسکرین شات دوم رو اد کنیم. برای اینکه ایموجی هم به صورت ریلی بیاد، یکی فریم آخر ویدیو، یکی فریم اول ویدیو و از گزینه گرف هم ایز رو انتخاب می‌کنیم. حالا دوپلیکیت از ویدیو اصلی میگیریم و از قسمت اوورلی میاریمش یه لایه پایین‌تر میاریم اول ویدیو. روی ریموو بک‌گراند میذاریم، از قسمت کاستوم ریمووال تیکه دستمون رو انتخاب می‌کنیم تا سوژه‌مون رو جدا بکنه. حالا میریم داخل اینترنت و اون ایموجی رو که پاک کردیم رو سرچ می‌کنیم. من این عبارت رو سرچ کردم و میام به راحتی سیوش می‌کنم. از قسمت اوورلی ادش می‌کنم و میذارم درست سر جای خودش. حالا از قسمت لیر میارمش لایه اول و روی دستم. با کی فریم گذاری اونو با حرکات دستم سینک می‌کنم و تیکه‌های اضافه ویدیو رو هم میبرم. به